موعظه کردیم، شرط نیست بردن نام محله. وقتی این حدیث پیغمبر من تحلیل کردم، یک مرد گفت من یک فرزند دارم در پایتخت کار میکند. یک بار دو بار گفتمش، و طرف من گشت گفت اگر یک بار دیگر در همین بابت مرا سختگیری میکنی، من دیگر به تو حق نمیتم، من خاندان تو را دیگر تأمین نمیکنم. این پدر به سوی من میگوید که باز اگر من سختگیری در نماز فرزندم کنم، شاید که دیگر رزق روزی مرا ندهد. از این خاطر گو من دیگر باز ایستادم، از همین سخن فرزندم ترسیدم. ما هم با این جوانی خود نگاه نکرده، اگرچه کلانسالم که بودن، گفتی مولوی جنونی کلانسالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. رخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. منگش گفت اگر یک بار دیگر در همین بابت مرا سختگیری میکنی، من دیگر به تو حق نمیتم، من خاندان تو را دیگر تأمین نمیکنم. این پدر به سوی من میگوید که باز اگر من سختگیری در نماز فرزندم کنم، شاید که دیگر رزق روزی مرا ندهد. از این خاطر گو من دیگر باز ایستادم، از همین سخن فرزندم ترسیدم. ما هم با این جوانی خود نگاه نکرده، اگرچه کلانسالم که بودن، گفتی مولوی جنونی کلانسالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. ما گفتیم تو از نرساندن رزق ترسیدی، از فرزند ترسیدی، لیکن از پیغمبر و از خدا نترسیدی. آیا تو فکر کردی که رزق در دست هم فرزند توست؟ آیا نمیدانی که اون برکتی که اون فرزند یافته است، اون پول و مالی که او امروز صاحب شده است، همش برکتی توست، همش اون دعایی که تو در حق او میکنی، از این خاطر وی صاحب این دولت و سهولت شده است. آیا وی نمیداند اینا؟ افسوس که امروز این گونه کلانسالها هم وجود دارند که همون فرزندهایی که اونها را تأمین میکند، اونها را دلاوری نمیشوند که دلالتی بر نماز کنند. میترسند که دیگر مرا حق نمیدهد، میترسد دیگر مرا لباس نمیکند، میترسد که دیگر من تمام محروم میشوم، دیگر هیچ چیز برای من نمیرسد. افسوس که ما و شما نمیدانیم که رزق رسان پروردگار است. مثل این پدر یک بی‌غیرت دیگر وجود داشته است که مولوی رومی را خدا رحمت کند در مثنویش میارد، میگوید
یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. یک پدر آمد نگاه کرد به سوی گهواره‌ای که بچه او خوابیده است، نگاه کرد که این فرزندش الکی دندان برآورده است. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. میگوید در دلش در حال یک خطرات شیطان گذشت، یک وسواس شیطان در دل او گذشت که این فرزند من تا امروز دندان نداشت، از پیستان مادر شیر میخورد، امروز این دندان برآورد، این نان میگوید من نان از کجا می آورده باشم. فکر کرد این بی غیرت که همه نان در دست خود همین است. یرزق من یشاء، خدا میگوید من رزق میدهم هر کسی را که میخواهم. حیرت بمان فکری شد، چو گفت این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مستانه گفت. میگوید در حال این مرد بی غیرت نزد زنش رفت و این شکایت کرد که میدانی که فرزند من دندان برآورد، این نان میگوید. زن چی گفت؟ مخور حول ابلیس تا جان دهد. این مرد گفت تا امروز من فکر کردم تو مردک هستی، تا امروز من فکر کردم تو عقیده اسلامی داری، تا امروز من بالای جای نماز تو را میدیدم، فکر کردم تو همه را از خدا میدانی. من نمیدانستم که تو تا این اندازه بی غیرت بودی، من نمیدانستم تا این اندازه تو از زندم ضعیف بودی، من نمیدانستم که تو تا دیروز مسلمان بودی، امروز گشتی و باز عقیده اسلامی گم شد. من ندانستم که یک ماه روزه گرفتی و ترک کردی نمازات تا سال دیگر، مثل بعضی مسلمان های ما و شما. من حیرت نماندم تو اینقدر مردی دلیر بودی، چی شد؟ مرد حیرت نماند که این زن یگان سیر را میداند. این سیر چی سیر بود؟ زن به او چی جواب گفت؟ مخور حول ابلیس تا جان دهد. مرد گفت تو از شیطان و وسواسهاش بیدرک هستی. این وسواسهایی که در وجود شما پیدا میکند این همش کار شیطان است. انه لکم عدو مبین. خدا ما را امر کرد و در قرآن خبر مان داد و به ما آشنا کرد که احتیاط چین که شیطان دشمن آشکارای شماست. این وسواسی که در وجود تو پیدا شد این وسواس شیطانی است. مخور حول ابلیس تا جان دهد. زن گفت همان که دندان دهد همان نان دهد. آن ذاتی که گفت دندان ای را برآورد، همان ذات گفت این طفل فراموش نمیکنه. همان ذاتی که ای را به وایه رسانید، همان ذات چیکار میکند؟ باز از پی رزقش است. این گونه پدرها و مادرهایی داریم که با واسطه یک چند مبلغ، با واسطه یک راحت چند روزه دلاور نمی شود که فرزندش امر بر نماز کند. این سه سوال حضرت عبدالله ابن عباس جواب گفتند. بعد از این 3 روز گذشت. این سوال دهنده ها نزد حضرت علی آمدند، داماد پیغمبر. گفتن علی ما از عبدالله ابن عباس این 3 سوال را کردیم، به ما 3 جواب گفت و جواب پیش حضرت علی پیشنهاد کردند. حضرت علی چی گفتند؟ گفتند این جوابی که عبدالله گفت
اگر تمام مشرق و مغرب عالمهاش دور بگردین مثل عبدالله ابن عباس جواب گفتن میتونن. رنگ ملاهای ما و شما نبودن. ما یک فتوا را گپ میزنیم، پیش یک ملای دیگه میبرن میگن نادرست است فتوای او. این خیال است میگد اصلش این است. حالا که ما فتوای گپ میزنیم هر کدامش آیت از حدیث است. حضرت علی گفتن لیکن من هم جواب میگویم. اگرچه عبدالله ابن عباس گفتن لیکن من هم سه جواب میگویم. حضرت گفتند بهترین روز آن روزی هست که اگر خداوند عبادتهای تو را قبول کند. حضرت عبدالله گفتند بهترین روز جمعه هست. حق گفتند. یکی حضرت علی که دانشمند بودند، علمشان بیشتر بود، فضلشان از عبدالله ابن عباس بالاتر بود. حضرت گفتند که من میگویم که بهترین روز همان روزی هست که اگر عبادتهای شما را خدا قبول کند. چی جوابی خوبه حضرت علی رام جواب دادن. البته همان عملی که از ریا خالی باشد خدا وی قبول میکند. اگر عملی که فقط برای داناندن باشد، برای فهماندن باشد، برای نشان دادن باشد، این عملها در نزد پروردگار ما و شما قبول نمی شود. انس ابن مالک یک حدیث روایت میکند، میگوید باری با پیغمبر خدا نشسته بودیم که یک مرد وارد مسجد میشد. رسول اکرم گفتند الحال کسی که در مسجد در آید من بر همه شما خبر میدهم که وی اهل جنت است، وی جنتی هست. همه صحابه ها میگه چشم ها به سوی در مسجد کی می در آمده باشد. نگاه کردن یک مرد در آمد و ایستاد، نماز خواند و برآمده رفت. باز فردا رسول اکرم گفت الحال شخصی می در آید که من بشارت میدهم او را با جنت و اهل جنت است. صحابه میگن نگاه کردیم باز همون مرد در آمد. سوم روزم این گونه. 3 روز پیغمبری خدا بشارت به جنت دادن، همون نفر می در آمد. عبدالله ابن عمرو میگوید من در حیرت ماندم و دوست داشتم که من هم اهل جنت باشم و در حال نزد این مرد رفتم. گفتم ای مرد خدا، من با پدر خود کمی جنجال شدیم و من سوگند خوردم در نزد پدرم که 3 روز جانب خانه تو نمی آیم. آیا ای دوست خدا مرا در خانه خود راه نمی دهی؟ گفت مرحمت همراه من باش. عبدالله ابن عمرو میگوید 3 روز من در خانه این مردی که پیغمبر بشارتی به جنتش داد در خانه این خواب کردم. هیچ عملی را از اون ندیدم که مرا در حیرت بیارد. مثل من گفت 5 وقت نمازی با جماعت میخوان و شب تهجد میخوان، دیگر خواب میکرد، دیگر به کار زندگیش وابسته بود. هیچ عبادتهای زیادی نداشت، هیچ ذکرهای زیادی نداشت. فقط همین شب که در بالش سرش میمان الله اکبر میگفت، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم خواب میکرد. که عبدالله ابن عمرو میگوید عبادتهای من از عبادتهای او زیاد بود. وقتی 3 روز گذشت من گفتم ای دوستی خدا، 3 باری که تو وارد مسجد شدی پیغمبر تو را به جنت بشارت داد. من با پدر خود جنجال نکرده بودم و سوگند هم نخورده بودم، فقط برای آنکه فهمم که تو باعث چی عمل از اهل جنت شدی. من 3 روز تو را پرسپاس کردم، جستجو کردم، لیکن از تو هیچ عملی ندیدم که مرا در حیرت بیارد. گفتن من یک آدم عادی هستم، هیچ عملی زیادم ندارم. عبدالله ابن عمرو میگوید گفتم
این گونه که باشد پناه شما به خدا. و میگد از خانهش خواستم بیرون شوم، میگد فریاد زد مرا، گفت نزد من بیا. آمدم، گفت میدانی که با کدام عمل من در نزد پروردگار خود قدر و قیمت یافتم؟ میدانی که با کدام سبب پیغمبر خدا مرا بشارتی به جنت دادند؟ گفتن انا همینش برای من لازم بود. گفته دوستی خدا یقین دان که هر عملی که من میکنم برای خودنمایی و برای نشان دادن مردم نمیکنم. راست از خانه میبرایم، به خدا قسم فقط از برای خدا مسجد میآیم، از برای خدا نماز میخوانم، از برای خدا روزه میگیرم، از برای خدا خیر احسان میکنم، همش از برای خداست. و دیگر عملی که من در دل دارم این است که هر برادری من اگر با دولت شود، هر برادری من اگر بهترین خانه ها را اگر آماده کنند، من در دلم حسد ندارم. این دو عمل گفت مرا از اهل جنت گردانی، از اهل جنت گردانی. چی خوش می شود که امروز عملهای ما و شما هم خالی از ریا باشد، برای نشان دادن نباشد. همین برادرانی که امروز یک ماه عبادت کردند، بعد یک ماه ترک میکنن میروند، همین عملهای اینا گواهی نمیدهد که اینا از برای خدا نبوده است؟ آیا عبادت بعد رمضان از فرض نیست؟ آیا لازم نیست؟ و دیگر عملی که این دوستی خدا داشته است خالی از حسد بوده است. امروز چی شد این مردم ما و شما را که برای یک برادر مؤمن ما که اگر ذره پیشرفت کند در حال بخل و بخیلی و حسد وجود ما و شما را فرا میگیرد. اگر همین تا عادی کرده با زبان خود ما گویم تلخ کف میشویم که یک همسایه ما بهبودی پیدا شد، در خاندان یک همسایه ما یک فرزندی متخصصی خوب پیدا شد، یا یک برادر همسایه ما صاحب یک ماشینی خوب شد، یا این همسایه ما یک خانه بهترین انداخت، ما و شما باور کنین دیگرگون میشیم. الان که تو نمیدانی، تعز من تشاء و تذل من تشاء. خداوند گفته ایستاد است من عزت میتم هر کسی را میخوام، خار میکنم هر کسی را که میخوام. همش در نزد من است. عزت دادن از من است، خار کردنم از من است. حسد کجا میبری؟ بخیلی را کجا پیشه میبری؟ تا جای شکر کنی، تا جای در حقش دعا کنی که خدا انصاف او را زیاد کند، توفیق او را زیاد کند، تا که خداوند او را چنان مرد دلیر گرداند که در همون محله خدمتگار اون محله شود. این دعاهای خیر ماندگی ما و شما باشیم. در حسد و در بخل چنگ میزنیم که این حسد و این بخل و این عملهایی که به مردم نشان میدهیم اینا حسنات ما را میخورند، نابود میکنند. بهترین روز همان روزی بود است که اگر خداوند عملهای ما را قبول گرداند. کدام عمل قبول میکرده است؟ همون عملی که خاص از برای پروردگار باشد. خدا رحمت کند صوفی الله را، به نهایت صوفی خوب بودند، عالم بودند. میگوید دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. ما و شما را درس میدهد دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. در زبانت مسلمان کاملی، در زبانت از روی زبانت از روی سر و فرمه‌ای که پوشیده همه بیند میگد از این ده آدم مسلمان و کامل وجود ندارد. لیکن باطن دیگر چیز میخواهد، زبان دیگر چیز میخواهد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در بالای جای نماز است و دل در دیگر موضع ها دور زده ایستاده است. این چگونه نماز است میگد؟ این چگونه عبادت است؟ دست در سبحه، زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد.
در دست تسبیح داری، در زبان ذکر داری، الله اکبر، سبحان الله، لیکن این دنیا فقط این دل طلب دنیا دارد. در این دل فقط و فقط زینت‌های دنیایی چرخ میزند. حضرت باز میگوید ظاهرا خود حرقه پوشی ها، ظاهر تا نگاه کنن از مولوی و از یگان ملا و یا که ایشان هیچ فرقی نداری. ظاهرا خود حرقه پوشی ها، باطنا خود مکر و فریبی ها. درون پر از مکر است، پر از فریب است. حضرت در آخر برای این گونه طایفه ها چی گفتند؟ این چی طاعت، چی بندگی باشد ای انسانی که زبان تو با دل تو برابر نیست. این چی طاعت، چی بندگی باشد؟ مردنت به که زندگی باشد. مردن بهتر گفتند از این زندگی که، از این رفته که، از این نیت که تو در دل داری. بهترین عمل همون عملی بود است که خالی از ریا باشد و او مقبول پروردگار می شود. بهترین ماه کدام ماه هست؟ حضرت گفتن همون ماهی که در او اگر بنده توبه به سوی پروردگار کند. حضرت عبدالله گفتن بهترین ماه ماه رمضان است. حضرت علی میگوید بهترین ماه همان ماهی است که انسان در او توبه کند. برادرای عزیز، این یک ماه رمضان من باوری دارم که از بسیاری ما و شما ماه توبه قرار گرفت. بسیاری از جوانهای ما و شما از راههای نافهمی و از راههای نادرست در این ماه مبارک توبه کردند و به سوی پروردگار بازگشت کردند. و بگذار که این توبه شما توبه ابدی الی الله توبه نصوحه. این کسانی که ایمان آوردید بر خدا توبه کنید به سوی پروردگارتان توبه نصوح. توبه نصوح را مفسرات توبه صادقانه میگویند. توبه از صدق، توبه که دوم باره توبه شکست نداشته باشد، توبه ابدی باشد. و آن برادرانی که در این ماه مبارک تسلیم شدند در امرهای پروردگارشان، از آنها خواهش میکنم و این آیه های قرآن و احادیث های پیغمبر خدا را به آنها میرسانم که اگر بازگشت نداشته باشین، اگر شما باز توبه شکنی داشته باشین، شما توبه صادقانه نکرده بدهین و این عبادت هایی که شما کردین این عبادت ها خالی از ریا نبوده است. و ما و شما برادرای عزیز، آن کسانی را که در پهلوهای خود میبینیم ملامتشان نکنیم که تو تا دیروز فلانی بودی، تا امروز فلانی شدی. گفته آن برادرانی که امروز در پهلومان میبینیم خرسند شویم. مالک ابن دینار قصه میکنند، میگوید که گاه بار میگه در راه می آمد، نگاه کرد که یک آدمی مست عرق نوشیدگی، در راه میگه یک طرفه میگه افتیدگی. البته عاقبت عرق به همه ما و شما معلوم است که هر کسی که عرق می نوشد وای بی جزا نمی ماند. شما پرسان کنین هر کسی که عرق نوش است باور کنین عاقبت چی دارد؟ عاقبت یا بیماری در وجودش پیدا شده است، یا اینکه یگان شکستی در خاندانش آمده است و بسیاری از صدمه هایی که در راه رخ میدهد همه همون انسان ها اکثریتش آدم های مست هستند و بسیاری همون انسان هایی که حتی جان خود از دست میدهند در حالت مستی از دست میدهند. میگوید آمد نگاه کرد که در یک پهلوی خوابیده هست و مست است. باز بزم مستی چی میگوید؟ الله اکبر،
الله اکبر. میگوید مالک ابن دینار وقتی احوال او را دیدن خیلی نفرت آور بود و گفتن این انسان با این دهان ملوث، با این دهانی که بوی خمر می آید، با این وجود ناپاک خود باز الله اکبر می گوید، این نام محبوب مرا می گوید، این نام را می گوید که من شبن روزن خود الله اکبر می گویم و این جایز نیست که می گوید با این دهانی آلوده از خمر الله اکبر گوید. گویان می رود می گوید در یک ظرف آب می آرد و دهان همین آدم مست می گوید می شوید تازه می کند تا که از زبان همین دهانی شسته همین الله اکبر صادر شود و بالای سر این آدم مست می ایستد و چی می گوید؟ اللهم اهدی هذا المخمور. ای پروردگار حال این بنده به تو معلوم است، ای خدای مهربان این بنده ای خدا از شرمندگی نجات بده. ای پروردگار این بنده ای خودت از خاری نجات بده. خدای مهربان مثل دیگر بندگان دیگر این بنده ای خودم اهل هدایت بگردان. آمین یا رب العالمین. میگوید بیرون میشود. فردا میگوید خواب بود حضرت مالک ابن دینار که در خوابش یک هاتف میگوید یک صدای داد، ای مالک تو زبان اون آدم مستی که دوست نداشتی که با اون دهان آلوده خود نام الله را گیرد و تو دهان او را با آب که پاک کردی و دعا کردی، ما که خدای تو هستیم بطن او را درون او را پاکیزه گردانیدیم و او را اهل هدایت گردانیدیم. حضرت مالک میگوید وقتی که من سحر بامداد آمدم نگاه کردم در یک گوشه یک مردی که تاریکا تاریک می آمد. میگوید نگاه کردم در یک گوشه یک مرد زاره دارد، تولا دارد، گریه دارد. خدای مهربان گناههای گذشته مرا مغفرت کن. خدایا هر عمل ناشایسته کردم از حساب جهل بود، از حساب نادانی بود. ای پروردگار مرا مغفرت کن. حضرت مالک میگوید دعای او چنان بر من تأثیر کرد و چنان از دعاش خوشنود شدم وقتی آمدم نزدیک نگاه میکنم همون آدم مستی که دیروز خواب بود همون خداوند هدایت کردگی هست. این وقتی که خداوند این گونه بنده ها را هدایت میکند و توبه این گونه انسان ها را وقتی قبول میکند، چرا توبه ما و شما را قبول نمیسازد؟ یا در قصه های حضرت عمر میگوید باره در کوچه که می آمد یک جوان از پیش راش برآمد، در تگ کشش میگوید در یک ظرف عرق داشت. وقتی عمر را دید دست و پای او شکست و روبرو آمد. حضرت عمر پرسان کردند ای جوان زیر کش چی داری؟ این جوان میگوید چنان دیگر شکست دل شد و به سوی پروردگار از تحت دل گفت پروردگارا اگر در پیش حضرت عمر خجالتم نکنی، ای پروردگار اگر از دست عمر من نجات بیابم، خدای مهربان به سوی تو توبه کردم دیگر عرق نمی نوشم. ای خدای مهربان این عرق را با یگان اشیای دنیوی مبدل بگردان. این جوان میگوید بعداً گفت ای عمر، گفت ای امیر المؤمنین در زیر کشی من سرکه هست. حضرت گفتند کنی نشان بده بر من. وقتی میبرارد میبیند در اصل عرق به سرکه مبدل شده است. محمد غزالی در کتابش میگوید ای انسان ها وقتی مخلوق از مخلوق میترسد و توبه به سوی خدا میکند، خدا توبه را قبول میکند. وقتی شما به سوی خدا وقتی که زاره و تولا کنید، توبه شما را چرا خدا قبول نمیکند؟ توبه شما را قبول میکند. انشاءالله من به همه شما بشارت میتم، کسانی که حتی در همین ماه رمضان نمازخوان شدند، حتی تا این زمان اگر تو عرق نوش بودی، زیناکار بودی، تو بیراهه بودی، امروز تو در نصیحت های ما اشتراک میکنی، امروز تو آدمی میشوی که در جمعیت فایده آور میشوی،
تو امروز انسانی میشه که خیرخواهی چی مسلمان ها و خیرخواهی چی تاجیکستان میشوی، الکه برای تو پیغمبری خدا گفت التائب من الذنب کما لا ذنب له. کسی توبه میکند خداوند کل گناه های او را مغفرت میکند. توبه شما را خدا قبول کرد و شما تصور کنید که هیچ گناهی نکردین، همش پروردگار شسته نابود کرد. وقتی نمازم نزدیک شده است، دیگر مسئله هایی که برای شما میخواهم خبر دهم که انشاءالله فردا با جمعه هست، این مسئله های هستند که امروز ما و شما باید به آنها چنگ زنیم، زیرا یک برادر از ما هم درخواست کردن در باب تازگی کمی صحبت کنید. من دیروز به همه شما فهمانده دادم که سنت پیغمبر همین است که پیش از آمدن عید باید که دیوالهای شما سفید کرده شده باشد، جویبارهای شما تازه کرده شده باشد، خاندانهای شما رفته و پاکیزه کردگی باشد، جسمهای شما از لباسهای بویناک خالی باشد. امروز اکثر جوانها یا اکثر برادرهای هستند که وقتی که وارد مسجد میشوند و در جایی که قدم میگذارند از بوی پای آنها دیگر سجده کردن امکانیت ندارد. وقتی که ان الله نظیف یحب النظافه باشد، وقتی خداوند پاک از پاکیزگان دوست دارد. جوانای عزیز، امروز زمانی شده است که ما و شما پیشرفت کنیم. ما و شما باید پیش رویم. با این لباسهای چرکین، با این جورابهای بویناک باید که ما و شما عبادت خدا را نکنیم. حتی صاحب مختصر بینین چی میگوید؟ و فی ثیاب البزلتی، اگر کسی در نماز در لباس چرکین، کسی در جسد ناشسته، کسی اگر در جورابهای بویناک اگر نماز خواند، نماز او مکروه است. برای همه شما خبر دادم که در روز عید باید بهترین لباس هاتون در بر کنین، باید از لباس های بهترین شما برخوردار باشین. و دیگر مسئله که برای شما من خبر داده بودم این بود که انداختن همین عرقچین های سفید. برای همه شما خبر دادیم که این انداختن عرقچین های سفید این مدنیت نشان می دهد. برادرای عزیز، ما و شما باید که در کوچه های شهر وقتی دور می گردیم باید که الحمدلله که امروز ما و شما لباس های ملی خودمان داریم و باید که در کوچه اینم از حسابی بگیم اکنون یگان مدنیت ما و شما را یا بهترین لباس ما و شما را نشان دهد، این انداختن این تاقی های سفید از او محسوب نمی شود. شما می توانید که در کوچه های شهر جوانها لباس های بهترین پوشین و سر لیچ می توانید که در کوچه ها دور گردید، از اونه که شما عرقچین سفید در بالای سرتان میکنید. امروز این فرمان شما همه شنیدگی هستید. امروز این مسئله را همه در هر مسجد شنیدگی هستید. مادامی که در همین مسئله امر هست، در همین مسئله سفارش است از همه شما جوانها. من چند بار گفتم، باز از شما پرسان میکنم که اینها را در سرتان نکنید. بهترین لباس ها را در بر کنید، لباساتون را زیبا کنید. چی گونه لباسی میپوشین همش لباس ما و شماست. لیکن همین مسئله را در همین مسئله کمی تفکر کنید و همین مسئله را کاری کنیم که ما و شما که همین سفارش اجرایشی خچه چکار کند، عملی گرداند. باز یک بار دیگر همه شما را با این عید فیتر تبریک و تهنیت میگویم و هر مسئله هایی که الحال به گوش شما رسانیدم کار کنید که اینها را عملی کنید. علل خصوص در باب تازگی بسیار با اهمیت باشین. باز فردا نماز جمعه هست، بدنهاتون خوشبو کنین،
پیش از آمدن سنت پیغمبر همین است که بدنهامون را شسته کنیم، تازه کنیم و بعدا به نماز جمعه آییم، تا که مسجد باید جای باشد که در این داخل انسان باید که راحت کند. در داخل مسجد باید آدم راحت کند، نه اینکه عذاب بکشد. بین رسول اکرم میگوید الملائکه تتعزى مما يتعزى بنو آدم،